الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواستیم با کمک و یاری پروردگار مهربان چند موضوع درباره دعا چی است و دعا چی معنا دارد و کدام حالت دعای بنده زودتر قبول می شود و کدام حالت دعای بنده قبول نمی شود و بهترین حالت های دعا کدام است و دیگر موضوع های مربوط به دعا را انشاءالله که همراه شما داشته باشیم. اولا دعا در لغت معنای طلب و خواستن است از روی سرخمی، اما در شریعت معنای طلب کردن بنده از الله مهربان از روی سرخمی و ترس داشتن از الله و امید اجابت از جانب الله تعالی میفهماند. پس مثل دعای بنده از پروردگارش به خاطر طلب کردن کمک از جانب الله تعالی، طلب کردن یاری از جانب الله ذوالجلال. دعا یک نوع از نوعهای ذکر است. دعا عبادت است، چنانه که رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیثشان فرمودند ان الدعاء هو العباده. بیشک دعا خود عبادت است. دعا مسئلت است، پرسیدن است، مثل اینکه طلب میکند انسان از الله تعالی اول جلب فایده را، به خود نزدیک کردن فایده را، دوم دور کردن از خود ضرر و زیان را، سیوم طلب کردن هر حاجتی که دارد از الله تعالی. شرط های دعا: اول اخلاص. شرط اساسی برای قبول شدن دعای بنده این اخلاص است، یعنی دعای انسان باید خالص باشد، صاف باشد. از چی؟ از شرک، از ریا. در دعا شرک را راه ندهد. در برابر الله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. و دیگر اینکه ریا باید در هنگام دعا کردن انسان مؤمن، انسان مسلمان ریا نکند، خودنمایی نکند، باید سمعه نکند. به معنای اینکه انسان هنگام دعا کردن باید منتظر این نباشد که مردم تعریف کنند که فلانی بسیار دعای دور و دراز کرد، بسیار دعای زیبا کرد، بسیار دعای بلند کرد، گفته منتظر شنیدن این سخنهای مردم نباشد. یا که دعا کردن برای غرض دورشونده دنیایی نباشد، مثل اینکه انسان نباید دعا بکند که ای الله به ما یک ماشین قیمت، یک ماشین مرسدس تویوتا ماشین قیمت به ما عطا بکن. نه، باید از الله خیر طلب کند، نه اینکه غرض دنیایی باشد فقط دعای بنده. باید دعا ساخته نباشد که در قلبش محبت الله نباشد و اخلاص نباشد، اما در ظاهر دست برداشته دعا بکند. این خیلی دعا قبول نیست. وقتی دعا میکنه بنده باید امید از رحمت الله داشته باشد، امید از ثواب، از اجر و ثواب داشته باشد و برای دعا کردن باید ترس از الله داشته باشد هنگام دعا کردن، و هنگام دعا کردن باید رضای الله تعالی را طمع کند، خواستار باشد. دوم اینکه در دعا بنده مؤمن باید پی در پی دعا بکند. اگر امروز دعاش قبول نشید باید فردا دعاش دوام بده. اگر امسال حاجتی که دارد از الله خواست قبول نشید، حاجتش برآورده نشید، باید همیشه دعا را بر دوام کردن بگیرد، همیشه دعا را شب و روز در حالتهای اجابت دعا انجام دادن بگیرد. و سیوم به الله تعالی یقین داشته باشد که الله تعالی بی شک و شبهه دعاهای مرا قبول می‌گرداند.
یگان ذره باید بنده شک و شبهه نیارد هنگام دعا کردن که الله تعالی دعای مرا قبول می کرده باشه یا که نمی کرده باشه. اینها را باید انسان فکر نکند، در قلبش یگان فکر و گمان نیارد. و دیگر اینکه انسان وقتی که دعا میکنه باید دعاش غیر استثناء باشد. درست نیست که بنده بگوید که ای الله تعالی اگر برای من میخواهی بتی و اگر نمیخواهی نتی. خیلی باید دعا نکند، زیرا که برای الله تعالی یگان چیز دشوار نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم به عبدالله ابن عباس پسر عمکشان گفتند اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله. هر وقتی که تو پرسیدی از الله بپرس، وقتی که کمک میخواهی از الله کمک یاری طلب کن. با امید روزهای آینده در پناه الله ذوالجلال باقی مانید. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.